امروز سالگرد یک میلاد بی‌نظیر است، هم از حیث مولد بی‌نظیره، هم از حیث فرزند ولادت یافته، هم مولد و هم مولود. مولد کعبه است. در تاریخ ما چه کسی را دیگر سراغ داریم که در خانه خدا در کعبه متولد شده باشه؟ مولود علی مرتضی سلام الله علیه است که درباره ایشون چند جمله‌ای بعداً عرض خواهم کرد. بنابراین از لحاظ ولادت این بزرگوار روز 13 رجب یک روز استثنایی و بی‌نظیره. امروز همینطور سالگرد شهید عزیز عالی قدر ما شهید سلیمانی است. درباره شهید سلیمانی به حمدالله زیاد صحبت شده است، زیاد نوشته شده است. من اگر بخواهم درباره این شهید عزیز که از نزدیک زندگی او و کار او رو مشاهده کردم جمله‌ای عرض بکنم، باید بگم سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود. این سه خصوصیت. مرد ایمان بود، یعنی به کاری که میکرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش میکرد ایمان داشت از اعماق قلب، به خدا و حمایت الهی ایمان داشت. مرد ایمان بود. مرد اخلاص بود. برای خوشنامی و تعریف شدن و در بین مردم وجه پیدا کردن کار نمی کرد. مخلصاً لله تعالی، مخلصاً للهدف تلاش میکرد و کار میکرد. و مرد عمل بود. یعنی بعضی خیلی خوبند، خیلی میفهمند، لکن اونچه که از اونها دیده میشود عمل نیست در این راهی که در مقابل خودشون ترسیم میکنن در ذهن و در زبان. در عمل از او خبری نیست. شهید سلیمانی اهل عمل بود. هر جایی که احساس میکرد وجود او لازم است اونجا حاضر بود. چه در حفظ و هدایت حرکت انقلاب در کرمان، چه در مقابله با مهاجمین ظالم و ستمگر در اون منطقه، چه در نیروی قدس، چه در دفاع از حرم، چه در مقابله با داعش. مرد عمل بود، هم در میدان نظامی، هم در میدان سیاسی، هم در میدان تربیتی. کارش فقط کار نظامی نبود.
او رو به عنوان نظامی میشناسیم، لکن در حساسترین و مهمترین مسائل سیاسی منطقه شهید سلیمانی یک عامل مؤثر و مفید و در مواردی بی‌نظیر بود. مرد عمل در امر تربیت هم بود. زیر دستهای خودش رو، جوانهایی را که به او می پیوستند، کسانی که با او می جنگیدند، از او درس می گرفتند، او تربیت می کرد اینها رو. یک انسان جامع و کاملی در زمان ما. چند روز قبل از این اون کسانی که هنوز مدیون خونو هستند یاوه هایی درباره او گفتند، راجع به شهید سلیمانی سخنان یاوه‌ای بر زبان آوردند. اما شهید سلیمانی در عمل، در اقدام، در مدت حیات با برکتش سخنان آنها رو رد کرده است و به حمدالله به کوری چشم دشمن مزار او هر سال مثل اینکه مقدستر و محترمتر از سال قبل میشه. امسال شما نگاه کنید، اونطوری که من در تلویزیون دیدم، اجتماع عظیم مردم راهپیمایی میکنن، حرکت میکنن از راههای دور، گاهی از کشورهای دیگر میرن مزار این مرد رو زیارت میکنن. مرد ایمان، مرد اخلاص و مرد عمل. امروز علاوه بر شهید سلیمانی شهدای عزیز دیگری هم در این محفل مطرحند. خانواده های بعضی از این شهیدان در اینجا حاضرند، چه شهدای عرصه نظامی، چه شهدای عرصه علمی، چه آحاد مردم عزیز ما که در این جنگ 12 روزه به خیل شهدا پیوستند. اینها اون کسانی که ما از نزدیک اونها رو میشناختیم میتوانیم شهادت بدیم که زندگیشون سرتاپا جهاد بود. به جهاد فکر میکردند، در راه خدا تأمل و توقفی نداشتند و کار میکردند. شهادت هم آرزوشون بود، آرزوشون شهادت بود. هم شهدای نظامی، هم شهدای علمی، اونایی که بنده حالا میشناختم بعضی از این دانشمندا رو از نزدیک، عاشق شهادت بودن، منتظر شهادت بودن. این جلسه تجلیل و تکریم و تعظیم به این شهیدان عزیز است که واقعا بایستی اینها رو انسان در تاریخ نامشون ماندگار خواهد بود. ما باید از نام مبارک اینها برای حرکت در تاریخ استفاده کنیم. اما موضوعاتی که امروز مایلم مطرح کنم، 2-3 موضوع کوتاه رو میخوام عرض بکنم به شما. یکی سخن کوتاهی است در باب امیرالمؤمنین علیه السلام. یکی سخن در باب یک عامل مؤثر در
رویارویی حق و باطل که باید متوجهش باشیم، چه در زمان امیرالمومنین که بود، چه امروز که هست. یکی هم یه نگاهی به این حوادث اخیر هفته گذشته و اجتماعات مردممون، یه جمله‌ای هم درباره اون عرض خواهم کرد. درباره امیرالمومنین خب گفته ها و نوشته ها در تاریخ، در ادبیات، در حدیث اونقدر انباشته و بزرگ است که من گمان نمی کنم درباره هیچ شخصی این همه سخن گفته شده باشد، این همه مدح شده باشد، حتی غیر مسلمان ها، حتی از غیر شیعه. بزرگانی، علمایی کتابا نوشتن. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید یک کتاب قطور بزرگ با مجلدات بسیار و شرحهای نهج البلاغه و شرحهای سخنان اون بزرگوار و شرح نامه به جناب مالک اشتر و شرح حالهای ایشون در تاریخ، در ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمی شود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه مختصری صحبت کنم که امیرالمومنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی این که امیرالمومنین در قله عدالت است، دیگر این که امیرالمومنین در قله تقواست. عدالت و تقوا. امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت و احتیاج دارد به تقوا. امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا، لکن تا اون مقداری که مورد انتظار فاصله داریم. امیرالمومنین رو باید اسوه قرار بدیم، در این راه به سمت اون قله حرکت کنیم. قله عدالت که گفتیم امیرالمومنین در اونجا مستقر است، بالاترین نقطه عدالت. عدالت رو چجوری اعمال میکرد امیرالمومنین؟ متنوع اعمال میکرد. گاهی با دستان نوازشگر، با خدمت به ضعفا، به بچه‌های یتیم، به خانواده‌های بی سرپرست، گاهی اینجوری اعمال عدالت میکرد. گاهی اعمال عدالت رو با ذوالفقار میکرد، نقطه مقابل، با شمشیر دودم برنده‌ای که در طول تاریخ هیچ سلاحی به اندازه ذوالفقار مدح نشده است. گاهی با زبان رسا و حکمت، عباراتی که فراتر از سطح ادبیات عرب است، نهج البلاغه، عدالت رو اینجوری نامه که می نویسه به اون کسانی که حکام او هستند، استاندارای او هستند،
درس عدالته. یعنی وقتی انسان نگاه کنه واقعا نوشته امیرالمومنین به مالک اشتر که فرمان حکومت اوست، که به غلط میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، فرمان حکومته، این پر از مفاهیمی است که اغلب اینها به عدالت برمیگردد. جامعه رو جامعه عادلانه قرار میدهد. عدالت رو اینجوری هم گاهی پیش میبرد، یعنی هم با مهربانی، هم با خشونت الهی و تعصب دین، هم با بیان رسا و حکمت و تبیین، جهاد تبیین مصدرش امیرالمومنین علیه السلام است. گاهی اما تقوا رو چجوری اعمال میکرد؟ تقوا رو گاهی در محراب عباداتی که فرشتگان به اون عبادات رشک می‌بردند، یعنی او فرشتگان رو متحیر میکرد، عبادت امیرالمومنین، نماز او، تضرع او، سخن او با خدا، گاهی در محراب عبادت. گاهی تقوا رو با صبر و سکوت برای حفظ اتفاق مسلمین اعمال میکرد. این هم یکی از مصادیق مهم تقوای امیرالمومنینه. حقی رو متعلق و وابسته به اوست، اون حق از او سلب می شود. امیرالمومنین با شمشیر می توانه این حق رو بگیره، اما بین مسلمین اختلاف خواهد شد. برای اینکه اختلاف نشود صبر میکنه، سکوت میکنه، همکاری میکنه. این گفته میشود گاهی 25 سال امیرالمومنین در خانه نشست. نه، در خانه نشست امیرالمومنین، در صحنه بود، در عرصه بود، دستور میداد، هدایت میکرد، راهنمایی میکرد خلفای وقت رو، مردم رو. یعنی با صبر و سکوت تقوای خودشون نشه. این تقواست که انسان ببینه حقی داره از او زائل میشه، اما به خاطر یک مصلحت بزرگتر سکوت کنه. ماها طاقت نمیاریم سکوت کنیم. ما اگر حقی ازمون زائل بشه فکر میکنیم که دنیا به هم خورده، ملاحظه نمی کنیم. اون بزرگوار ملاحظه میکرد. تقوا در یک جاهایی، تقوای اون بزرگوار با سینه سپر کردن در مقابل حوادث شدید ظاهر میشد. مثل لیلة المبیت تقوا بود. رفت جای پیغمبر خوابید، در حالی که به طور طبیعی اطمینان حاصل بود که جانش را از دست خواهد داد امشب. در احد تقوا نشون داد، ایستاد. در حنین تقوا نشون داد، ایستاد. در خیبر تقوا نشون داد، دشمن رو زمینگیر کرد. در غزوات پیغمبر، اغلب غزوات پیغمبر پیشرو بود، تقوا بود. تقوا فقط در محراب عبادت نیست، در میدان جنگ هم تقواست که انسان رو نگه میداره، حفظ میکنه، پیش میبره. در مقابل دشمن سینه سپر میکرد. این دو خصوصیت، عدالت امیرالمومنین و تقوای امیرالمومنین. ما امروز در کشورمون، در جامعهمون هم به عدالت نیاز داریم، هم به تقوا.
هم تقوای آحاد مردم و به خصوص هم تقوای مسئولان کشور. به این نیاز داریم، این باید تحقق کامل پیدا کنه. خب به حمدالله تا حدود زیادی در مواردی انسان مشاهده میکنه که با تقوا عمل میکنن، اما بایستی همه گیر بشه. این امامی که ما مشتاق نام او هستیم، مشتاق یاد او هستیم، اسم او رو بر زبان میاریم، مدح او رو میگوییم و میخوانیم، اینجور انسانی است. اون رفتارش در عدالت، اون رفتارش در تقوا. شیعه در طول این 1000 و اندی سال فرصت نداشت که عدالت امیرالمومنین رو در جامعه پیاده کنه، چون حکومت نداشت. امروز دیگه این بهانه وجود ندارد، عذری وجود نداره. امروز حکومت اسلامی است، حکومت علوی است، حکومت ولوی است. امروز بایستی ما دنبال عدالت باشیم. عدالت واجبترین و اولاترین خصوصیت برای اداره جامعه است که باید دنبال اون باشیم. خب جلو تقوای ما رو عواملی میگیرند، گاهی میترسیم، گاهی تردید میکنیم در مبانی خودمون، گاهی ملاحظه رفاقت ها رو میکنیم، گاهی ملاحظه دشمن رو میکنیم. اینا باید بره کنار، اینا نباید باشه. بایستی بدون ملاحظه بی‌مورد به سمت برنامه عدالت آور، برنامه‌ای که تقوا رو توسعه بدهد باید حرکت کرد. خب این درباره امیرالمومنین. عرض کردم یه نکته‌ای وجود داره در مورد امیرالمومنین علیه السلام که این نکته امروز هم در جامعه ما و در حکومت ما و نظام اسلامی این نکته مورد توجه باید قرار بگیره. اون نکته اینه که در امیرالمومنین در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، هیچ. در همه جا فاتح بود و غالب بود. حتی در احد دیگران فرار کردند، امیرالمومنین غلبه کرد. شجاعت او، ایستادگی او و 1-2 نفر دیگر اطراف پیغمبر اکرم اون فراری را که افراد ضعیف مبتلا به او شده بودن اون رو جبران کرد. یعنی امیرالمومنین در تمام غزوات، شبیه این در حنین هم اتفاق افتاد، در جاهای دیگر هم بود، در تمام غزوات امیرالمومنین پیروز شد. در دوران خلافت 3 جنگ پیش آمد، در هر 3 امیرالمومنین پیروز شد. در صفین هم پیروز شد. در صفین 1 قدم بیشتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشه. اگر مالک اشتر می توانست خودشو به اون نقطه برسانه که نزدیک بود برسانه، تاریخ عوض می شد، تا به دستور امیرالمومنین برگشت. اون مشکلی که در اون زمان وجود داشت، امروز هم وجود دارد، این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف
اون بزرگوار رو مانع بشن. یعنی راهی پیدا کردن. این راه امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. جنگ نرم. بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباثت ها، این نفوذ ها مال امروزه. نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه. ولی خدا بدون کمک مردم که کاری نمیتوانه بکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. دشمن در مقابل شجاعت امیرالمومنین و قدرت امیرالمومنین و اراده پولادین امیرالمومنین چاره ای نداشت جز این که پناه ببرد به فریب محیط پیرامونی امیرالمومنین که در جنگ صفین این کار با سر نیزه کردن قرآن ها حاصل شد. بعد از اون هم اتفاق افتاد، زمان امام حسن هم اتفاق افتاد. جنگ نرم. جنگ نرم یعنی چه؟ یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوسه، با استدلال‌های مغالطه آمیز مردم رو از اون راهی که دارن میرن مردد کنن، در مردم تردید ایجاد کنن. این جنگ نرمه. این جنگ امروز هم در جریانه. امروز هم این کار داره انجام میگیره. هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه. مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشن. اون زمان امیرالمومنین این کار رو کردن. این کار رو کردن که در تاریخ به تفسیر جزئیاتش وجود داره. افرادی میرفتن در شهرها، در روستاها، به مردم حمله میکردن، ظلم میکردن. بعد یه نفر شایعه میکرد که اینا از طرف علی آمدن. مردم رو مردد میکردن. امروز هم همین کار عیناً داره انجام میگیره. امروز ملت ایران نشان داده که در میدانهای سخت، اونجایی که به وجود او احتیاج هست، محکم می ایسته. این هر کار ملت ایرانه، مخصوصی یک گروه خاص یا جمع خاص نیست. اونجایی که بایستی بایسته می ایسته، اونجایی که باید کمک کنه کمک میکنه، اونجایی که باید شعار بده شعار میده، اونجایی که باعث دشمن رو روبرو مایوس کنه مایوس میکنه. این انگیزه دشمن رو نگران میکنه. سعی میکنن این انگیزه رو در افراد سست کنن، ضعیف کنن با بهانه‌های مختلف. یکی از ابزارهای جنگ نرم امروز در میان دشمن و در میان بعض از افراد ناباب یا غافل عبارت از مسکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و توانایی های این ملته. انکار توانایی های این ملت. ملت بزرگی است، کارم
میتوانه بکنه و داره میکنه. امروز داره کار میکنه. اگر ملتی از داشته‌های خود غافل بشود، توانایی‌های خود رو نبیند، پیشرفت‌های خود رو باور نکند، اون ملت تحقیر خواهد شد. وقتی تحقیر شد، خود رو حقیر دید، آماده تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد. این ترفندی است که دشمنان دنبالش دارن میکنن و انجام میدن. جوان نخبه امروز، جوان نخبه کارآمد، در یک روز 3 ماهواره میفرسته به فضا. این چیز کوچکی نیست، خیلی چیز بزرگیه. جوان نخبه امروز در طول چند ماه 4000 مگاوات بر نیروی برق کشور اضافه میکنه، به شبکه کشور رو تقویت میکنه. جوان نخبه امروز در دانش‌های مختلف، در هوافضا، در زیست فناوری، در درمان پزشکی، در نانو، در ساخت موشک، در صنایع نظامی چشم دنیا رو متحیر کرده، در حال تحریم، اونم در وقت تحریم. اینا جوان ایرانی، اینا ثروت‌های بی‌نظیری است. این ثروت‌ها رو باید دید، ما اینا رو داریم. من شاید 1-2 بار در صحبت گفتم چند سال قبل از این یک دانشمند موشکی متعلق به صهیونیست‌ها خودش اعلام کرده بود، گفته بود که وقتی فلان موشک ایرانی رو من تمرین کردن و از دور توی پخش میشه توی دیدم، به احترام اون کسی که این رو ساخته کلاهمو برداشتم و احترامش کردم، که در حال تحریم، در وقت تحریم توانسته یه چنین کار بزرگی رو انجام بده. در صنایع دفاعی، در شیوه‌های درمان کارهای بزرگ امروز داره انجام میگیره. اینا رو دشمن پنهان میکنه. بعضی‌ها هم متاسفانه در داخل اینا رو پنهان میکنن. در داخل متاسفانه بعضی پنهان میکنن این پیشرفت‌ها رو، این کارهای بزرگ رو به مردم اطلاع رسانی نمی‌کنن. کارهای بزرگی داره انجام میگیره در کشور. کشور داره پیش میره. اون عاملی که موجب میشود دشمن در مقابل ملت ایران در جنگ نظامی اولا درخواست توقف جنگ رو بکنه، بعدم پیغام بده که من نمیخوام با شما جنگ کنم. دشمن خبیث، البته فریبگر و دروغگوست، ما به حرف او اعتمادی نداریم، اما اینی که موجب میشه او این کار رو بکنه، او چیه؟ او قدرت ملت ایرانه، اون توانایی جوانان ایرانی است. من شنیدم این کسانی که این ماهواره ها رو این هفته گذشته به فضا پرتاب کردن، این جوانهایی که 3 تا ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد، نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. جوان 26 ساله.
اینا ثروت‌های عظیمی است. ثروت نیروی انسانی ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوه‌گوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن. یه روزی بود که نمیشناختن. امروز تشت رسوایی آمریکا در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو. این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونهایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن. خب بنابراین مراقب جنگ نرم باید بود، مراقب شبهه سازی دشمن باید بود، مراقب شایعه سازی دشمن باید بود. این پولهایی که خرج می شود، میلیاردها خرج میشه برای این فلان تلویزیون، فلان رادیو، فلان مرکز اطلاع رسانی، اینا و علیه ایران دائما حرفای دروغ و خلاف منتشر میکنن. این بی جهت نیست، این با یک استدلال بسیار مهمی است. میخوان داخل کشور رو ضعیف کنن. دیدن که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت معجزه آفرین بود، میخوان این اتحاد رو به هم بزنن. مردم ایران مراقب باشن. مهمترین مسئله توجه به دشمنی دشمن و توجه به اتفاق و اتحاد داخلی و درونی است. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. حالا خدا انشالله حفظ کنه شما رو. میذاشید بعد از صحبت ما میگفتید اقلا. خب توجه کنید، من یه جمله کوتاهی هم درباره این اجتماعاتی که هفته گذشته شد، دو سه جمله عرض بکنم. اولا قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، دیگه من نمیتونم کاسبی کنم.
راست. اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هی بره بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه، با تدابیر گوناگون دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. اینی که یه عده‌ای تحت عناوین گوناگون، نامه‌های گوناگون بیان به قصد تخریب، به قصد ناامن کردن کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرن، از اعتراض اونها سوء استفاده کنن، اغتشاش کنن، اصلا قابل قبول نیست مطلقاً. کار دشمن رو باید شناخت. دشمن آرام نمی نشینه، از هر فرصتی استفاده میکنه. اینجا دیدن یه فرصتی است، ازش خواستن استفاده کنن. البته مسئولین ما در میدان بودن و خواهند بود. مهم مجموعه ملت، مهم همون چیزهایی است که سلیمانی رو سلیمانی کرد: ایمان، اخلاص، عمل. مهم بی‌تفاوت نبودن در مقابل جنگ نرم دشمنه، بی‌تفاوت نبودن در مقابل شایعه پردازی های دشمنه. اینا مهم این است که وقتی انسان احساس کرد دشمن طلبگارانه میخواد تحمیل کنه یک چیزی رو بر کشور، بر مسئولین، بر دولت، بر ملت، با قدرت کامل بایسته در مقابل دشمن و سینه سپر کنه. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد.
می‌خوایم خدای متعال شهدای عزیز ما رو با اولیایش محشور کنه، جوانهای ما رو محفوظ بداره. شما عزیزان رو انشاءالله از برکات ولادت امیرالمؤمنین برخوردار کنه. بر دل خانواده های شهیدان خداوند صبر و تسلا و سکینه و آرامش نازل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.